بعضی از همون زنای بی سواد و کرسوادی که خدا نکنه ماه روزه که می آمد گزیته ها و خارپشتک ها چه رسمه های الله در باب روزدارا چی میگوید؟ چی میگوید الله؟ شهر رمضان انزل فیه القرآن. دیگر فضیلت این ماه مبارک چی هست؟ من وقتی که شهر میگویم شهر رمضان، قرآن این عربی است. شهر در لغت عرب معنای ماه را میدهد. ماه امروز تا امروز بعضی از همون گویم عقیده های جاهلیت، بعضی از همون زنای بی سواد و کرسوادی که گویم وجود دارند و مردم هم میگویند که ماه رمضان 1 روز است یا 2 روز است یا 3 روز است. فقط این ملاها و داملاها و عالمها از بین گم کردند، نمیدانند که همون روز عنیقش کدام وقت است. از این خاطر این 1 ماه روزه میداریم. این عقیده تا حال در بین مردم وجود دارد. شما قرآن گوش اندازین که الله میگه شهر رمضان. شهر در کلمه های فارسی ما و شما یک قطعه را میگن، یک گوشه را میگیم شهر کولاب، شهر دوشنبه، شهر فلان فلان. لیکن در عرب ها کلمه شهر استفاده میشد به ماه رمضان. اما این خودش معلوم است که خواه 29 روز است خواه 30 روز است. ماه هیچ وقت ببین عصر از 100 سال کم نمی شود. سال میگویم از 365 یا 364 یا 366 روز کم نمی باشد. در برابر این ماه وقتی که گفتیم این 29 روز یا 30 روز افاده میکند. از این خاطر پروردگار شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن میگوید این ماه رمضان ماهی هست که در این ماه چی نازل شد؟ چی؟ قرآن نازل شد. ماهی است که فرستاده شد در او قرآن. وقتی که کلمه ماه که فارسی است عربی او شهر است، این رد عقیده کسانی بود که شاید 70 سال 80 سال با تبلیغات زهراگین خود فکرهای شما عزیزان و شاید هم امروز این تو کجدمهای زیر بوریا به صورت انسان، به صورت معلم و به صورت پیداگاگ در جامعه باشد، به صورت روزنامه نگار، فکر شما را عاید رمضان ویران کند. من خود که مکتب میانه خواندگی هستم، معلم های داشتیم. من با گوش خود شنیدم این منبر رسول خداست. به اون معلم ها دروغ نمی بندم. اونها برای ما استاد بودن. آخر که با خوب شدن، خدا رحمتشان کنه، نمازخوان شدن و مسجدی شدن و باز نماز جنازه خطی به قبرستان رفتن. لیکن در ایام جاهلیتشان مثل امروزه حکومتدارا، مثل امروزه ژورنالیستا، مثل امروزه ایدئولوگ ها، اونها هم فریب خورده بودند. برای تمسخر ما روحانیا می گفتند که رمضان 3 روز است و ملاها و ایشانها اون 3 روز گم کردند، بنابر مردم تا 1 ماه روزه گرفتن امر کردند. این تو شاید شما هم شنیدگی باشید، چرا این سخن در زبان هر کدام حکومتدارای اون زمان بود، ایدئولوگ های اون زمان بود.
خدا نکنه ماه روزه که می آمد گزیته ها و خارپشتک ها چه رسمه های را در تحقیر روزه و روزدارا به شماها پخش می کردن. خدا جزاشان تیاد. انشاءالله که اونها جزاشان دیدن، اونها از جامعه شرمندوار دفع شدن، اما مع الاسف حال اونها به اینهاش امروزهاش عبرت نشد. چرا کردی دو چشم عبرتت کور، کشاده می نماید لیک بی نور. چرا عبرت ز پیشینان نگیری، و زندانی جهالت تشنه میری. خداوند به خاطر رد ان همون آدم ها آغاز آیه را به کلمه شهر شروع کرد. شهر رمضان الذی، ماه مبارک رمضان، ماهی است که فرستاده شد در او قرآن. قرآن چه کتاب است؟ بارها صحبت در این موضوع شده بود. قرآن چه کتاب است؟ ایشان مولا محمود جان مفصل ساعتها در فضیلت قرآن و معجزه بودن قرآن صحبتهای داشتند. در نوارا هست. مع الاسف امروز پخش این نوارها هم منع شد و حتی فروشندگان اونها را براشان دیلی جنایی کشاده می شود. قانون جنایی جمهوری مانده باز یک پونکت نوعی وجد جای داده شد، این باشد فروشی نوارهای خوابیدی های دیگری دینی و اسلامی.